که روزی جشنی زاد روزی شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. سلام دوستان عزیز، اینک جماع ما قرار داریم در باز یک باغی نوین که برای مهمانان خدمت رسانی نو را اجرا کردن. باز یک خدمت رسانی نو را پیشکش کردن در دهه آهلیک در باغ نمیرجان. برای تبریک کردن جشن زادروزی الپامیش بابا حاضر هستیم. از نام فرزندان، دختر، پسر، دو کلین که در مسافرت هستند، از نام شرقی آیتی، زلیخا آیتی، از نام دامادشان صلاح‌الدین که تبریک میگوییم. الله لحظه های خرسندی و این باغ زیبا را هم راهی شمایان با هم میبینیم. با ما باشد. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم آثاری در این دنیای برهنه، با قلبم مرهمی دردی و درمانی، با جانم سایه امید و ایمانی، با چشمم جلوه پرنوری از السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم همسینفانی این مردی خاندان. اولا همه شمایان را به امروزین باغی نوین و امروزین باغی زیبا که باز یک نوگانی است در دهه ما که خیلی باغ‌های زیبا و با هوا زیاد شده ایستاده است. و این باغی نمیرجان خوش آمدتان میگویم. من امروز در اینجا جشن زادروزی الپامیش بابا را جشن گرفته ایستاده ایم. الپامیش بابا زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. امروز شما را از نام همه فرزندان، از نام پسر، دختر، دو کلین که در مسافرت هستند، از نام شرقی آیتی، از نام زلیخا آیتی، صلاح‌الدین که در مسافرت هستند، داماد خاندان، شما را تبریک میگوییم. فرزندان عزیز میگویند پدر مادر ما که خرد بودیم، کودک بودیم، از ازل چخواهد که هر پدر مادر برای فرزند برای همه چیز تیار هستند. اینها هم البته یک پدر بزرگ، مادر مهربان داشتیم. خدا رحمت کند مادر عزیز ما، بسیار هم مادر نازنین، مادر خانگیر و مهربان بودند. شادروان مایرخالا را خداوند کریم روح ارواحشان را شاد کند. و البته از خدا میپرسیم که عمری بردوامی مادرم برای پدر عزیزم عطا کرده باشد. پدرم در سری ما صحت سلامت 120 ساله شده گردند، هیچ وقت در دوغمی زندگی رو نبینند. امروز زادروزشان مبارک. امروز الپامیش بابا چند در آمده؟ 73. برای چند مانند؟ 50 ساله. یاد خرسک زنیم برایشان. زادروز مبارک. امروز برای شما الپامیش بابا فرزندان عزیز میگویند چشمه‌هایی از محبت نورشرار دارد پدر، چشمه‌هایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه‌ای مانند آتش
شعله‌ور دارد پدر. پی برد از حالت فرزند خود، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شهرستون مانند همه، روزگار و هستی ما را به سر دارد پدر. الپامش بابا امروز فرزندان شکرانه میگویند دمی پیری با خدا با شکر میگویم که الان خیلی پدر عزیز خاندان ما با کتابی پند و اندرس ها بهر فرزند و نبیره ها بابا جان دعاگوی و مهربان این خیلی انسانی نیک داریم. خدا با شکر میگویم که این خیلی پدر این خیلی مادر برای ما حسابی والدین هستند. شکرانه شان میگویم. همیشه صحت سلامت باشند، هیچ وقت در دو غم زندگی رو نبینن و برای ما دعاگوی شده گردند. زاد روزتان مبارک. اینا ببینید که الپامش بابا در اطرافتان همه انسان‌های خاکسار، همه انسان‌های صمیمی، در یک صنف همه انسان‌های با نفوذ دهه و شهر و جمهوری ازبکستان عزیزمان حاضر هستند برای تبریک کردن شما آمدند. من باشد رشته سخن رو برای استاد سخن می‌دهم. البته نیت‌های نغز و نکشان رو میشنویم. مرحبا. الپامش جرای عزیز ساق باش، سلامت باش. من جشن 73 سالگی مبارک شود. من شرانه که از آنجا فربدد الهیم صد بدرایی حضوری من فرزندان نوره ایوره ها بینی بزرگ همیگه گبشه پدر باشد کلید رزق انسان، نگهبان حیات خوب انسان، برای فیض ما جوینده است و برای عمر ما پاینده است. پدرها صد باب دارند برای فرزندان پاینده هستند، خداول هستند، پاسبان هستند. اگر با پای یگان فرزند نوره یا ایوره چوره یگان خوری خلد اول آمه بده این پدر است یا ماما است. پدر و مادر همیشه در پناه فرزند را از الله میفرستند. الهیم ساق باشی، سلامت باشی. حضوری من نویره ایوره چوره ها بینی. من همین باغ نابنیاتی که من تشکیل کردن الهیم باغ آباد شود، یک جای استراحتگاه مردم دهه اهالی شود. من چنین جایهای استراحتگاه چقدر مول شود، این برای آبادی مردم ما، برای خوشنودی مردم ما، برای تنجی آسودگی مردم ما همه قطر زمینی نو کشاده می شود. سلام حضور رحمت. الهیم ساق باشه، سلامت بشه. یک قصک برای الپامش با هزار رحمت تشکر میگیم. البته از آمدمک مرحمت. اما سخنهای بهترین ابو مجان که حسین جان گفتم بسیار گپ نمیزنم. ما الپامشه 10 سال یک جا خواندیم. بعضی خصلتاش میگم. در دول اهالی یگان نامی رادیو برای توی نبود، میکروفون گفتگی نبود. همین یکمین بار همون ترانسفورماتورش ساخت، همون خودت ساخته سبیرات کرده. میکروفون کتی سرود میخوانیم. اگر یادتون باشد رادیوی درباره وای بود که پیشی کلوبی کلخوز با کلام کلا کل میگفتم وای روسا آنامونا موندم و سرود میخوندیم. بلگردری الپامش جان صبح عمر دراز حضوری بچه کتا بین، حضوری نبیره های بین. همین دونکی ما چند همسینف هستیم که دائما یاد میکنیم جرات در جای نباشیم. سال آینده همین خیلی نیت کردیم که همینجا آمدن بشینیم اگر زنده سلامت باشیم. شما با موفقیت میکنم برای از آمد یادم باور از آمد جهت تکنیکی الپامش باور رو مرکب لیکن سنت ما با از همه صنعت داده شده همین الپامش بود. یکم دایره‌چی در قشلاق همین الپامش بود. دایره کتی چند توی های گذراندگی است. دایره کتی ملی سلام شد دایره زدن الپامش نای میزدن رحمتی رجبا یکم نای مینواختن الپامش دایره مینواخت توی عروسه میگذد. ما زکاس نمیدیم. من این دوره گذشت.
الفامیش صنعتی نکدارد خدا خد امین اولاد به اولاد نسل به نسل نورات بر صنعتکار میشن. صاحب باشید. سلامت باش. منم. رحمت تشکر. مرحمت. رسام نامی جمهوری و مرحمت. الفامیش جان دیدی که همه سخنای نیک همه سخنای نقص گفتن. این چیزی که گویم چند ساعت گویم برای تو کم است. یکمش تبریک بکنم. 73 گفتی الهیم 103 به همینجا شینیم 103 سالگیت با ساق و سلامت الهیم همین نیوراهای حضورش بینی هم وقت ساق و سلامت باش هم وقت همین روزای نیک با آخرین رحمتی کنم رحمت تشکر میگویم حاضر باشد یک جویا الفامیش بابا من دون نبره در اطرافتان حاضر برای شما پورترت کلانترین تیار کردیم پورترت اویلوی و خاطرمان و نزدتان انمی نبیره های شیرین میکشویند و پیشکش مهمانانی امروزه میکنند. مرحمت. مرحمت. مبارک باشد. پورترت اویلوی خاطرمان و تاریخی برای تمام اهل آیله زادروز مبارک. و البته برای امروزه بابا جانی عزیز شیرینی تیار کردن و باشد فرزندان را تکلیف میکردیم سه فرزند ها مرحمت یک جای شیرینی را میبریم از شیرینی تناول میکنیم مرحمت گذاریتون پیش از با مرحمت. شما دوستان شما جمع شده در فهمیتا شادم از آن روز شما دوستان شما جمع شده در فهمیتا شادم از آن روز شما شادم از آن روز شما زادروز برایتان مبارک شادی همه جهان مبارک مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم الفامیش بابا من در اینجا یک گروه از دامنکسم مغز شیرین میگوین نبیره هاتون برای شما شعر تیار کردیم یک جویا تبریکات های نبیره را برای شما میشنویم کنی که کلامشان سر میکنن. السلام علیکم مهمانای عزیز مهمانای بابا جانی من خوش آمده نوری دیده تاجی سر امروز من از زادروزی بابای من 73 بدر اومدم این رنگی رای محمد پیغمبرامون گفتگی در جشن امتهای پیغمبر به حساب میره الهی مکه 73 بدر اومدم الهی 100 بدرویم 103 بدرویم الهی مکه انا بخیر 100 بدرویم الهی با انا بخیر روزای نقض ما جشن گیریم بابا جان الهیم کسل نشوه آنم موندگی عمرشونه الهیم الله تعالی شما با دادگی باشه اگر روزی آنم میبودن جدویم خرسند میشدن جدویم خیر الله عمری دادگیش شما به الهیم عمری آنم دادگی باشه و همیشه صحت و سلامت گرده سری ما با صاف سلامت باشه. اولا بار السلام علیکم مهمانان خوش آمدتان من بابا جانم را با این روزی زادروزشان از تمام نام عائله خودم از تمام اهل عائله ما تبریک میکنم الها بس در سری ما صاف سلامت باشند عمرهای دراز را بینند و سری مایان صاف سلامت گردند الها
من آلوچه گلی بابام بیاردم تیاکی بابام اگر بابام شده چای خورم من چای ریزکی بابام. السلام علیکم مهمانای عزیز. من امروز روزی بابا جانم bayram akşam kadir tebrik bekliyorum. İlahim sad badruen. Selam ve sağ başa. Assalamu alaikum mehmanay aziz. İmroz ruzi tirashemi babam tebrik bekliyorum. Sad badruen. Selam ve sağ. Sad badruen. السلام علیکم. من هایم بابا جانم را تبریک میکنم. بابا جان هیچ وقت کسل نشود، در سری ماهان ساق باشد. الهی صد بدروه. من کم دار من چیکار؟ السلام علیکم مهمونای عزیز. هم یکاتون خوش آمده. امروز من روزی پدر جانی من دادا جانی عزیز الهی صد بدروه. الهی همه وقت خوش و خرسند باشه، سری محمد دعاگوی باشه. انومی مسافرای انگملام هم یکاشون تبریک میکنن شمایم. الهی که روزکای من و خرسندی ما با همراه شوه، دعاگوی شده کرده الهی مکر. هم یکام شما نظر نندادن. تو درست مبارک شما. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام بابا جانم را تبریک و مبارکباد می‌نمایم. بابا جان سربد رهی. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز از نام عائله‌ام و از نام ینگملایم دعاهایم تبریک و مبارکباد میکنم. و بابا جانم عمری دراز و رزقی فراز میطلبم از الله مهربان. بابا جان هیچ وقت کسل نشود. السلام علیکم مهمانان عزیز. با این درگاه آمدید خوش آمدید. اکاجان عزیز من شما را با این روز زادروزتان تبریک می نمایم. با شما عمری دراز صحت سلامتی می طلبم. تا دنیا باشد شما باشد اکاجان عزیز. السلام علیکم مهمانان و دوستان عزیز. اجازه فرمایید من از این فرصت استفاده برده اکاجانم را با این روز زادروزتشان تبریک و مبارکباد نموده و اکاجانم اول صحت سلامتی عمری دراز می طلبم. صد بدروی اکاجان. نیتکاتون برسید. بدگی تو به خدا و شکر. رحمت. حسین جان شما هم رحمت. السلام علیکم مهمانان محترم. من خودم اعضای عائله کیانم میخوام پسرم را عمری دراز رزق فراز عمرشون دراز شود. عمری دراز بیانم مهنت من این جوان کنم برای این پدرشون. مهنت اکراشون نواجه اونهای صد بدره عمری دراز رزق فراز. چی نیت داره نیتتون برسه. رحمت همون. والیم مرحمت. و نورش گرچه این خورشید خاور فرا گیرد جهان را سراسر. نمی گردد بله آنکه برادر و این پرقوتی با مهر مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده پاچایم را با این روزی زادروزشان تبریک نموده و پاچایم صحت سلامتی عمری دراز الهیم کسل نشوم. روح و اوراهی آیتملا مدد مروت کنه. الهی مکن همه وقت سری نوروها به صاف سلامت گرده. هم یک کدوم رحمت من این باید تشکیل کرده نوروها به رحمت بچه یک کدوم رحمت هم یک کدوم رحمت. خوش آمده نوری دیده تاجی سر. رحمت تشکر میگیم. همسیفان عزیز خیش و تباران
پدران عزیز برای شما اشتهاهای خوش میگویم در این باد و هوای زیبا البته کیفیت اعلی استراحت نیک را آرزومندیم با واسط به نزد مادران در اینجا یک گروه بانوان نشستید به نزد مهمانان میرویم السلام علیکم مادران عزیز همه شما را در این باغ زیبا و با هوا خوش آمدیتان میگویم من امروز با برای تبریک کردن جشن زادروزی الپامیش بابا آمدیم سخنهای تبریکاتی را از همسیفان و خویش و تبار شنویدیم خواستیم از نام شمایان نیز شنویم صدفی انگاملا گفتن سخنهای تبریکاتی از یاد کرده آمدن چهار خطر شعر است که تبریک میکنن گفتن مرحبا شامده و درگاه نامیر نور دیده خوزش پامشکر بلایم سریخان و 100 ساله شوند 120 ساله شوند حضور علوات دنیاگی بینم حضور علوات بچه اکاشون بینم بچه اکاشون رای دور باید جایی که باشم صد سلامت باشم انمیم اویم تبریک میکنم اکم سر بدریم شامده نور دیده خوزش سر رحمت تشکر میگویم و البته میخواستیم نوبت را به رقص بازی دهیم در این باد و هوای تازه باید رقص بازی خرسندی کرده جشن 73 سالگی الپامیش بابا را باید درجه اعلی گذرانیم همه سخنها با اثبات است حاضر من در اینجا دلیر جان دودن نبیره اصلا دلیر همینجا می دلیر باشد اگر یک سخنهای السلام علیکم مهمانای گرامی لطف فرمایید من از نام خودم و از نام اهل عائله‌مان بابام را تبریک میکنم الهی صحت بدریان و همه سر امام سوق گردن نصیحت های ناز کردن پنسه توپ کنه توی سر کنن گوده دلیر جان دوامی گفت نگفتی اخیر است با الان مقصد که شما جنس نگودیم صحنه با با باشد نوبت رو برعکس بازی دهیم مرحمت مادران عزیز یک جای شما رو برعکس تکلیف میکنیم میرقصیم در این باغی دمیر جان امروز بزم زیبا را در تاریخ مهر میسازیم مرحمت سرودهای شوق برای شمایان خرسندی میکنیم Don't
هم دیگه تو همه موان که تنگی بله
Ultra beats on the track. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ultra beats on the track. آهلیکم سرزمینی زرنثارم، تو به من هم زادگاه و همدری بختی امیدم. می شود روزی که در بحرت کلانه می شوم، سوی آسمان می روم، تعریف تو را می کنم. بیننده های عزیز، امروز ما در باغ دمیرجان مهمان شدیم برای تبریک کردن جشن 73 سالگی الپاویش بابا. در این باغی به هوا که نو کشاده شده است، برای شما توصیه میکنیم که در این خیل روزهای خورسندی، البته در این خیل باغ‌های به هوا آمده استراحت کنید، همراه عائله‌تان آمده از این خیل باد و هوای تازه بهره مند شده استراحت کرده آن لحظه های خورسندی را همراه خود برید و همیشه در تاریخ مهر سازید. با ما باشید، با شبکه شهنا.